بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حافظ ابو اسحاق البیری رحمت الله علیه در منظومه تعییه خود در بیت 77 گفتند که و تشفق للمصر على المعاصی و ترحمه و نفسك ما رحمت. تا اینجا مصنف تا بیت 60 ابوبکر را نصیحت کردند و از بیت 61 تا اینجا از نام ابوبکر خود را نصیحت کرده ایستادند، از زبان ابوبکر. گویا ابوبکر بعد نصیحت امام البیری به امام جواب گردانده ایستاده است، یعنی استاد را نصیحت دارد. میگوید که و تشفق للمصر علی المعاصی، ای استاد شما تشفق شفقت میکنید، مهربانی میکنید، میترسید بر آن آدمی که بر گناه مصر است. مصر بردوام، گناهی کبیره را بردوام میکند یا گناهی صغیره را بردوام میکند. مصرون بردوام گناه کننده. با آن شخصی که بردوام گناه میکند شفقت میکنید. و تشفق للمصر علی المعاصی، شما شفقت میکنید، مهربانی میکنید با آن کسی که در گناه ها بردوام است و ترحمه، با او مهربانی میکنی و نفسک ما رحمت، نفس خود را رحم نمیکنی. وقتی که بزرگان شخصی را میدیدند که در گناه است به او رحم میکردند. و احمد الله علی العافیه، خیلی که از حضرت عیسی آمده است که انما الناس رجلانی، مردم به دو گروه تقسیم میشد، معافا و مبتلا. مردمی در عافیت، صحت، سلامت و آنهایی که به بلا گرفتار شدند. فرحموا اهل البلاء و احمد الله علی العافیه، شما اهل بلا را رحم کنید و احمد الله علی العافیه، با عافیتی که الله تعالی به شما داده است الله را حمد گویید. یعنی آدم ها به دو قسم تقسیم میشد. واقعا یک گروه آدم ها به مصیبت و به بلا گرفتار شده آدم ها هستند، یک گروه آدم ها در امنیت و در عافیت هستند، صحت، سلامت، مشکلی ندارند. گفتند که فرحموا اهل البلا، اهل بلا را که دیدید آنها را رحم کنید، مهربانی کنید. و احمد الله علی العافیه، با آن عافیتی که الله تعالی شما را داده است، یعنی همین بلایی که به همین آدم داده است به شما نداده است، حمد گویید. به جای اینکه به عیب کنید، یا آدم دیدید که الله تعالی دست و پاهاش شکست است، چشمش نابینا کرده است، زبانش گم کرده است، چشماش نابینا کرده است، مثلا گوشش کر کرده است، یا دیدید که به مواد مخدر غلام شده است یا به عرق نوشی غلام شده است، وابسته شده است، نمیتواند دیگه این گناه ها را ترک کند. اینها اهل بلا هستند. شما آنها را رحم کنید و به آن عافیتی که الله تعالی شما را از آن نجات داده شکر کنید. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند که کسی که شخص مبتلا را بیند و گوید که الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به و فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، حمد آن الله که مرا از آن مصیبتی که تو را گرفتار کرده است مرا پاک نگاه داشته است، مرا سلامت نگاه داشته است. حمد به آن الله اگر کسی گوید تا آخر عمرش به همین بلا گرفتار نمیشد. اما اگر مسخره کند نمیمرد مگر هم به همین بلا گرفتار میشد. من عیر اخاه بذنب لم یمت حتی یعمله، کسی که یک برادرش با عیب، با گناه مسخره کند نمیمرد مگر همون گناه ها اجرا میکند. خلاصه وقتی که انسان یک آدمی را میبیند که به بلا گرفتار است، خواه به بلای مادی و حسی، خواه به بلای معنوی که گناه و دینی هست، باید به او رحم کند. میگویم که تو با آدمی که در گناه بردوام است رحم میکنی و
و نفسک ما رحمت، به نفس خودت رحم نمیکنی، خودت گناه میکنی. میگن به دیگرها رحم میکنی، خود را فراموش میکنی. یعنی اینجا مصنف خود را از زبان ابوبکر نصیحت کرده ایستادند. و بعضی گذشتگان ما مسلمان ها، یک انسان اگر برایشان یا در حقشان ظلم کند به او رحم میکردند. در همان حالت عذاب الله تعالی بر بالای او را فکر کرده به او رحم میکردند، به شخص ظالم، که مقصد مهربانی میکردند که حال این را الله تعالی جزا میدهد، گفته رحم میکردند در عین ظلمش هم. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم انصر اخاک ظالما او مظلوما گفتند، برادرت را یاری ده، خواه ظالم باشد خواه مظلوم. صحابه ها پرسیدند که یا رسول الله، مظلوم را یاری میکنیم، یعنی دفاع میکنیم، نصرت میدهیم، طرفگیری میکنیم، اما ظالم را چگونه یاری دهیم؟ گفتند که از دست ظالم بگیرید. انا همین از دست ظالم نگرفتن بود، گناه ظالم را بر رویش نگفتن بود که امروز دیگه مردم بر بالای ظالم زبان کشاده نمیتوانند. این است رعایت نکردن امرهای شریعت، این است عمل نکردن به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. این است شخصی که سزاوار مدح و ستایش نیست بر دروغ مدح و ستایش کردن، حالا که شخص سزاوار باشدن بر رویش انسان باید مدح و ستایش نگوید. و تشفق للمصر علی المعاصی و ترحمه و نفسک ما رحمت، بر شخصی که در گناه بردوام است شفقت میکنی، دلسوزی میکنی، و ترحمه مهربانی میکنی و نفس خود را رحم نکردی. رجعت القهقرا و خبطت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت. رجعت القهقرا، به قفا برگشتی. قهقرا به قفا نگاه نکرده، یا اینکه اگرچه به قفا نگاه کنیدم یعنی به قفا راه گشتن را میگویند. شکلتان به پیش روی آوردگی هستید لیکن به قفا راه میگردید، این را قهقرا میگویند. در نزد بعضی پادشاه ها مردم با رویشان میدر آمدن، با همین خیل برآمده میرفتن همچون بزرگ داشت. رجعت القهقرا، به قفا برگشتی. و خبطت عشوا، وقتی که به قفا برمیگردی آخر نمیبینی راه. خبطت عشوا، خبط العشوا میگن عرب ها، اصلش شتوری که در چشمش ضعیفی هست، چشمش خوب نمیبیند، گاه قدم های خود را از سبب آنکه چشمش ضعیف است در بالای سنگ و در بالای اذیت و خار گذاشتن میگیرد بدون بینایی. گفتن که تو به قفا برگشتی، یعنی به پیش برای طاعت و عبادت پیشروی نکردی و تنبلی کرده به قفا گشته ایستاده و این چونین خبط العشوا قدم میمونی، یعنی قدم هایت را نادیده به هر کجایی که درست آمد گذاشتن میگیری. لعمرک لو وصلت لما رجعت. لعمرک در بیت پیشینه آمده بود که می شرح گفتیم که لفظی مشکل است. بعضی ها گفتن که در قسم اجرا کردنش نادرست است، بعضی ها گفتن خیر درست است. خلاصه اختلاف است. لعمرک اصلی ترجمه لغویش قسم به عمرت. لو وصلت لما رجعت، اگر می رسیدی به حق بر نمی گشتی. بنابراین بعضی آدم هایی که مرتد شدن نسأل الله السلامة والعافیه، بعضی علما میگن که اولئک ما وصلوا ولو وصلوا ما رجعوا، اونها به حقیقت نرسیدن یا اینکه ایمان به داخل قلب آنها ندر آمده بود. اگر میرسیدن ما رجعوا، هرگز کسی که دین مقدس اسلام را به پررگی شناخت هرگز از این رو دین روی نمیگرداند، بلکه میترسد. چخیلی که پیغمبرها دعا میکردن توفنی مسلما، پروردگار مرا از این دنیا مسلمان وفات کنان. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، قلب ما را گمراه نکن بعد اینکه ما را هدایت کردی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکردن که ای ذاتی که قلبها در دست توست، به هر طرفی که خواهی میگردانی قلب مرا ثابت در دینت بگردان. تا انسان کافر شدن را بد نبیند، حلاوت ایمان را نمیچشد. چخیلی که در صحیح بخاری آمده است که 3 خصلتی هست که در کدام انسان آن 3 خصلت یافت شود حلاوت ایمان را میچشد. یکی از آن 3 خصلت ها این که بعد اینکه اسلام را قبول کرد کافر شدن را بد میبیند، چخیلی که با آتش در آمدن را بد میبیند. بعد گفتن که لو وصلت لما رجعت، اگر تو به حقیقت دین مقدس اسلام به لذت و طاعات و عبادت می رسیدی هرگاه هیچگاه به قفا قدم نمی زدی، به قفا نمی گشتی. بعد از آن گفتن که ولو وافیت ربک دون ذنب و نوقشت الحساب اذن هلکت. اگر وافیت یعنی قابلت، اگر الله تعالی را روز قیامت بدون ذنب واخوری، بی گناه واخوری، مقصد به گناهایت توبه کرده باشی، با گناهی کم الله تعالی را واخوری و به همان گناهایت هم توبه کرده باشی و بی گناه واخوری و نوقشت الحساب، لیکن نوقشت الحساب حساب و کتاب کرده شوی، مناقشه کرده شوی، اذن هلکت، این خیلی باشد هلاک میشی. وای بر حال تو. این طور باشد اگر الله تعالی تو رو مناقشه کند، مناقشه یعنی گناهایت را ذکر کند، فلان روز فلان گناه را کردی، گفته به تو ذکر کند، اذن هلکت، این در این صورت تو هلاک میشوی. چخیلی که در حدیث عایشه رضی الله عنها آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من حوسب یوم القیامت عذب، کسی روز قیامت حساب و کتاب کرده شود عذاب داده میشد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در بین امت من 70,000 شخصیت ها هست که بی حساب و کتاب جنت می درآید. حساب و کتاب نمیشد، راست جنت می درآید. من حوسب، کسی که حساب و کتاب کرده شود عذب، عذاب داده میشد. ببینید شما را اگر یگان مقامات فریاد کند، دعوت کند به اتاق کاریش، الکی شما در عذاب هستید. از همین وقتی زنگ تلفنیش یا از وقتی که آمده شما را دعوت کرد در عذاب هستید، حالی هیچی نکرده است. میرید سوال و جواب میکند تا از همانجا برآمدن و صحت سلامت برآمدن شما در عذاب هستید. این یک مخلوق است. وقتی که بنده در پیشگاه پروردگار عالم راست می ایستد، دهشت روز قیامت چنان وزنین است که در ابتدای سوره حج الله تعالی گفت که یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. ای مردم از پروردگارتون بترسید که زلزله روز قیامت چیزی بزرگ است. گفت و بزرگ الله تعالی چیزی عادی نیست. وقتی که الله تعالی بزرگ گفت بزرگ است، زلزله روز قیامت بزرگ است. گفت یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. روز قیامت روزی است که هر یک صاحب حمل خود را میپرتاد، خواه زن است خواه حیوان مادینه هست. از وحشت و دهشت آن روز قیامت زنها حمل خود را میپرتاید. سال 2011 بود، یا زلزله شد در دیار ما. روزی پنجشنبه بود، شبی پنجشنبه بود. من خطبه جمعه تیار میکردم در دیگر موضوع که به نهایت زلزله یعنی زمین لرزه سخت شد تا همین درجه که مردم به بیرون برآمدن از ترس زلزله. بعد وقتی که آرام شد در آمدم و خطبه جمعه را پوشیدم و خطبه جمعه آیدی زلزله شدم، یعنی موضوعی نو انتخاب کردم که این جمعه درباره زلزله گپ میزنیم. و تا روز جمعه آن آدم هایی که مراجعت کرد به مسئله افتیدن حمل زنهایشان، یعنی در همین مدت یک روز
و بعد این هم بسیاری زنها حمل خود را پرتافتند. یه زلزله بود، خانه ها خراب نشد، بناها ویران نشد، کسی وفات نکرد، لیکن بسیاری مردم بیمار شدند و زنها حمل خود را پرتافتند. الله تعالی زلزله روز قیامت را وصف کرده میگوید که تذهل کل مرضعة عما ارضعت. هر یک صاحب حمل خود را میپرتاید، یعنی نه اینکه 50% یا 70%، همش. و ترى الناس سکارا، و مردم را مانند مست میبینی. و ما هم بسکارا، مردم مست نیست. ولكن عذاب الله شدید، لیکن عذاب الله تعالی سخت است. گفت خلاصه وقتی که مردم حساب و کتاب میشوند، بلکه حساب و کتاب نکرده حالی مردم در ترس هستند. پیغمبرها با نفسی میگویند وای بر نفسی من. حالی حساب و کتاب نشوده پیغمبرها میترسند. چه جای دیگرها؟ پیغمبرها گناه نکردند، معصوم بودند، میترسند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که روز قیامت مردم از جایهای خود میخیزند پایلوچ، عریان، ختنه ناکرده، کما بدأناکم اول مره، خیلی که اولین مراتب الله تعالی از مادر تولد کنانید به دنیا آورد، همانگونه مردم روز قیامت از قبر میخیزند ختنه ناکرد، بی لباس، بی پای افضال، خاری، ذلت. حضرت عایشه گفتند که یا رسول الله آیا مردها و زنها به همدیگر نظر نمی کنند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الامر اشد من ذلک، وضعیت از این دیده وزنین تر است. وضعیت از این دیده وزنین تر. آدمی که در قلبش ترس در آمده است، او آدم به زن و به مال دنیا به این چیزا نگاه نمی کند. بنابراین به نزد حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یک زن آمد، گفت که یا امیر المؤمنین این زوجی یصوم النهار و یقوم اللیل. ای امیر مومنا، شوهر من روزها روزه می دارد، شبها نماز می خواند. هر روز روزه می دارد، هر شب بعد نماز خفتن تا بامداد نماز می خواند. گفت که امیر مومنین ها شوهرم شبها نماز می خواند و روزها روزه می دارد. بعد گفتن که شوهرت کی است؟ گفت فلانی. گفتن که جزاک الله خیرا عرفتین فضله، الله جزای نیک دهد، بزرگی شوهرت را به ما معلوم کردی. گفتند و جواب دادند. بعد چند ماه زن با آمد که این دفعه در نزد حضرت عمر کعب ابن مالک رضی الله عنه و ارضاه حضور داشت که آن زن گفت که امیر مومنا، شوهر من شبها نماز میخواند و روزها روزه میدارد. بعد امیر مومنین ها گفتند که شوهرت کی است؟ گفت که فلانی. گفتند که جزاک الله خیرا عرفتین فضله، الله برای تو جزای نیک دهد، بزرگی شوهرت را به ما معلوم کردی. گفتند و جواب دادند که کعب ابن مالک به حضرت عمر گفت که یا امیر المؤمنین المرأة تشتکی زوجها. ای امیر مومنین ها، این زن شوهرش رو شکایت دارد، نه تعریف. به حضرت عمر رضی الله عنه گفتند که مادامی که اگر تو از شکایت زن با خبر شده باشی، فلا یقضین بینهما الا انت، بین آنها دیگر کسی قاضیگی نمی کند غیری تو. رو گفتن نکن نزد زن و شوهر قاضیگی کن. چه حضرت عمر نفهمیدند به فکر شما؟ حضرت کعب ابن مالک فهمید، شما فهمیدید و حضرت عمر نفهمیدند؟ بله فهمیدند، لیکن یک نوعی تربیه که زنها شکایت کردن شوهر را آموخته نشوند، تعلیم نگیرند. هر یک زنی که به نزد قاضی شکایت کرده آمدن گیرد، قاضی حق زن را رویانیده دادن گیرد، همه از بالای شوهرش شکایت میکند. در معامله های زن و شوهری
یعنی مشکلی یک چیزی معمولی هست، یعنی در همه جا هست، چیزی عادی هست و در این باره در دیگر صحبت میکنیم. خلاصه حضرت عمر کعب بن مالک را قاضی کرده فرستانیدند. وقتی که حضرت کعب به نزد آن شوهر و زن رفتند، اولین کسی که در نزد قاضی سخن میکند شخص دعواگر است. بنابراین روی به زن آوردند که مقصد بگو چی گفتنی داری؟ زن گفت که الها خلیلی عن فراش مسجده لیله نهاره ما یرقده ولست فی امر النساء احمده. الها مقصد بی حاجت کرد، مشغول کرد. الهاکم التکاثر، مشغول کرد خلیلی، دوستی مرا، دوستی عادی هم نه، دوستی که براش مالم جانم را میدهم. خلیل در انسان فقط یک نفر میشه، دو نفر را انسان خلیل گرفته نمیتوند. خلیل آن دوستی که برای وی برای دادن جانتان هم راضی هستید. الها خلیلی عن فراش مسجده، خلیلی مرا، ببینید شوهرش رو چگونه خطاب میکند زن، خلیلی مرا مسجدش از جایگاه هم به حاجت کرد. مسجدش از جایگاه من به حاجت کرد. الها خلیلی عن فراش مسجده لیله نهاره ما یرقده، شب و روز در طاعت و عبادت الله تعالی مشغول است. ولست فی امر النساء احمده، در مسئله زنها را من مدح نمی کنم، ستایش نمیگم، تنقیدم نمی کنم، ستایش نمیگم. فهما مقصود. بعد از آن کعب بن مالک به شوهرش روی آوردن، به شخصیتی که در بالاش دعوا شد. گفت که زهدنی فی فرشها ما قد نزل فی صورة النحل و فی سبع الطول اینی امرؤ قد رابنی الوجل. زهدنی فی فرشها، از فراش این زن مرا چی به حاجت کرد؟ به حاجت کرد آن سوره هایی که نازل شد فی سورة النحل، در سوره نحل، آن آیاتی که در سوره نحل، و فی سبع الطول، و در 7 سوره های دراز آن آیات هایی که نازل شد مرا از جایگاه این به حاجت کرد. زهدنی فی فرشها ما قد نزل فی سورة النحل و فی سبع الطول اینی امرؤ قد رابنی الوجل. من یک شخصیتی هستم که در قلب من ترسی از الله تعالی در آمده است. وقتی که در قلب انسان ترس می درآید، انسان دیگر این کارها را کرده نمی تواند. بنابراین در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن که زنا، اگر کسی که مکره به زنا شود، به زنا مکره یعنی مجبور کرده شود و زنا کند، حکمش یعنی حکم زناکار حساب می شود، مکره حساب نمی شود. میگن برای آنکه در حالت مکره بودن مرد لا ینتشر ذکره، میگویم فهمو ذکری و پهن نمی شود. میگن بنابراین در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر کسی به زنا مجبور کرده شود و زنا کند، یعنی او معذور حساب نمیشد، بلکه او زناکار حساب میشد. در این حالت ها وقتی که به قلب انسان ترس که در آمد، باید انسان به این چیزها اهمیت ندهد. بنابراین به سؤال حضرت عایشه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که امر روز قیامت از نین وزنین تر است که مردها به زنهای، زنها به مردها نظر کنند. فقلت الیس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا یسیرا. حضرت عایشه به پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند مگر الله تعالی نگفت در قرآن کریم که زود است که حساب و کتاب سبک حساب کتاب کرده می شود؟ گفت بعضی آدم ها را. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که لیس ذاک الحساب انما ذاک العرض، او یعنی حساب و کتاب یسیر و عرض است. گفتند و فقط پیشنهادی عمل ها هست. من نوقش الحساب یوم القیامت عذبه، کسی که روز قیامت نقاش کرده شود، حساب و کتاب کرده شود و عذاب داده می شود. حساب و کتاب این است که برای چی کردی؟ فلان مال را در فلان جا صرف کردی، برای چی؟
اگر الله تعالی حساب و کتاب کند عذاب داده می شود. گفتم این خودش یک نوع عذاب است. وقتی که در پیشگاه الله تعالی راست ایستاد و الله تعالی او را به هر یک گفتش، به هر یک قولش، به هر یک عملش اگر حساب و کتاب کند، این خودش عذاب است. ولم یظلمک فی عمل ولکن عسیر ان تقوم بما حملت. الله تعالی تو را ظلم نمی کند. یک عملی که نکردی کردی، گفته الله تعالی جزا نمی دهد تو را. لیکن وزنین است، عسیر وزنین است ان تقوم بما حملت، این که در نزد الله تعالی به آن گناه راست ایستادن. الله تعالی گناهی که نکردی برگردنت بار نمی کند، لیکن همان گناهات خودش وزنینیش بس است برای تو. وزنین است با حمل و با برداشتن آن گناه ها در پیشگاه الله تعالی ایستادن خود یک وزنینی هست. گفتم ولم یظلمک فی عمل ولکن عسیر ان تقوم بما حملت ولو قد جئت یوم الحشر فردا و ابصرت المنازل فیه شتا. روز قیامت وقتی که به نزد الله تعالی تنها می آیی، هر یک بنده به نزد الله تعالی تنها می آید و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. الله تعالی می آید که هر یک بنده به نزد الله تعالی تنها خودش می آید، یعنی کسی به او یاری نمی دهد، کسی از او دفاع نمی کند. هر یک کس همچون بنده، همچون گناهکار، همچون خار به نزد الله تعالی تنها می آید. ولو قد جئت یوم الحشر، اگر روز حشر، حشر به معنای زنده شوی، در بعضی نسخه ها ولو قد جئت یوم الفصل آمده است. یکی از نام های روز قیامت فصل است، روزی که جدا کرده میشد بین حق و باطل. مثلا امروز در دنیا مردم اختلاف میکنن الله در کجا هست، فلان کار آیا حلال است یا حرام است. روز قیامت فصل میشد، الله تعالی حق را میگوید و این چنین آدم گناهکار را به دوزخ، آدم طاعتکار را به جنت، مردم را حق و باطل را روز قیامت جدا میکند. برای همگان معلوم میشود حق و باطل. یکی از نام های روز قیامت فصل است. روز قیامت نامهاش زیاد است، هر چیزی که نام زیاد دارد دلالت به بزرگیش میکند. وقتی که روز قیامت آمدی و نزد الله تعالی در حالتی که تنها هستی و دیدی که مردم در منزل‌های گوناگون جای گرفتند و ابصرت المنازل فیه شتا، روز قیامت منزل‌های مردم گوناگون است، درجه‌های مردم گوناگون است. حتی یک انسان در جنت است، یک انسان دیگر در جنت است، بین آنها مابین زمین و مابین ستاره است. چه خیل ستاره در دور است، همین خیل مرتبه یک دیگر انسان در بلندی هست. یعنی مرتبه های مردم به قدر عمل هایشان گوناگون است. وقتی که روز قیامت به نزد الله تعالی تنها آمدی، دیدی که آنهایی که عمل های صالح را زیاد کردند، در این دنیا عمل کردند، خیر و سخاوت کردند، به علم عمل کردند، منزلی آنها رو در بالا میبینی. لأعظمت الندامة فیه لفا على ما فی حیاتک قد اضعته. در این حالت پشیمانی بی نهایت بزرگ میشود. لهفا یعنی حزنا، از جهت غمگینی بسیار پشیمان میشی. علی ما فی حیاتک قد اضعته، برای چی پشیمان میشی؟ برای آن وقتهایی که در حیاتت ضایع کردی. ای کاش وقتهای خود را غنیمت میدانستیم، ای کاش در دنیا فلان عملها را میکردم. گفته در آن روز پشیمانی میکنی و پشیمانی هم یک نوعی عذاب است. بعد از آن مصنف رحمت الله علیه گفتند که تفر من الحجیر و تتقیه فهلا من جهنم قد فررت. در وقت حجیر میگریزی، سایه میکاوی. حجیر آفتاب سخت در تابستان، حجیر نصف روز را میگویند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز پیشین را وقتی حجیر میخواندند. حجیر از کلمه هجرون گرفته شده است، هجرت هم از همین کلمه هجر، ترک. وقتی که مردم کوچه رو برآمدن رو ترک میکردن. عادت عرب ها همین خیلی بود که در آن زمانه ها که خنک ها نبود، در وقت حجیر
کوچه برآمدن را ترک میکردن، بنابراین هجیر نامیده شد. وقتی که مردم کوچه برایی را ترک میکنند. تفر من الهجیر و تتقیه، تو در وقت هجیر میگریزی به خانه به جای سایه، و تتقیه از گرمی میترسی. فهل من جهنم قد فررت، به جای این از دوزخ میگریختی؟ کاش به جای اینکه از آفتاب و گرمی آفتاب میگریزی از جهنم میگریختی، از گناهی که تو را وارد جهنم میکنه از آن گناه میگریختی. ولست تطیق اهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. تو لست تطیق، طاقت پایان ترین آتش را برداشت نداری. از همه آتشی پایانی آتش دنیا هست، همین آتشی که در دنیا هست از 70 جزء آتش آخرت 1 جزء است. یعنی آتش آخرت 70 مراتبه حرارتش از نین وزنین است. ولست تطیق اهونها عذابا، سبکترین نوع آتش را برداشته نمیتونه. اگر همین به آتش دنیا درآید بدترین نوع عذاب است. تمام جسد را میسوزاند، پوست ها میسوزد، بدن آب میکشاید، میسوزد، بالاخره انسان رنگ خاکستر میشد، کومور میشد، بعد خاکستر میشد. ولست تطیق اهونها عذابا، سبکترین آتش ها را، با این آتش مثلا گرادوسش پایان تر است، با آتش های هست که آهن را آب میکند، از وای پایان ترش طلای و نقره و مثلا الومین و مس را آب میکند، و از همه آتشی وزنین آنه که آهن را آب میکند. این آتش های دنیا از 70 1 جزء آتش آخرت است. انا همین آتش طاقتش را نداری، حالا این آتش اون درست گرمی آفتاب را طاقت نداری. ولو كنت الحديد بها لذبت، اگر آهن باشی در همین آتشی پایان ترین آب میشی. حالا مونده است که تو گوشت و پوست هستی، اگر آهن باشی آب میشی در این پایان ترین نوع آتش دنیا. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل توضع في اخمص قدميه جمرتان یغلی منهما دماغه. رواه مسلم. در صحیح مسلم از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که سبکترین اهل دوزخ از روی عذاب شخصی از مردی هست که در زیر 2 قدمش 2 لخچه گذاشته میشد، یعنی عمکشان ابو طالب، از گرمی آن 2 لخچه دماغش میجوشد. آن 2 لخچه در زیر قدمش گذاشته میشد، لیکن چنان گرم است که دماغ میجوشد. بنابراین آتش جهنم 70 مراتبه چه خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است و از نینتر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که نارکم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. این آتش شما، آتشی که در دنیا دارید با این گرم میشوید و طعام میپزید، این آتشی هست که جزء از 70 جزء آتش جهنم است. قیل یا رسول الله این كانت لکافیه قال فضلت علیهن ب69 جزءا كلها مثل حرها. ببینید 69 مراتبه آتش دوزخ از نین و از نین تر است گفتن از آتش دنیا. یک مقصد آفرینش آتش برای آن است که مردم با آتش حاجت دارند، روشنی، گرمی، پختن طعام. و دویم مقصد آفرینش آتش این است که الله تعالی گفت که افرأیتم النار التي تورون، شما یا مراتب به این آتشی که در میگرانید نظر نمی کنید یا با چشم عبرت به این آتش نگاه کنید. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، این آتش به شما کی داد؟ آتش را به شما کی پیدا کرد؟ با آتش را الله تعالی از درختی تر پیدا کردگی است، از چیزی که به خودش مخالف. آتش خشک است و گرم است، درخت تر است و نرم است، خنوکی است،
برگ درخت. از آن آتش آفرید الله تعالی. کی آتش را برای شما آفرید؟ نحن جعلناها تذکرة و متاعا للمقوین. ما این آتش را برای شما همچون پند آفریدیم. این آتش بینید و آتش آخرت را به خاطر بیارید. بنابراین بعضی علمای گذشتگان یا شخصیت های گذشتگان اگر گناه کردن خواهند انگشتان خود را به بالای آتش شم نزدیک میکردیم. انگشت را فقط به بالای آتش شم. بعد وقتی که دستاشون به سوختن نزدیک میشه دستی خود را میگیرن. بعد میگن که طاقت کرده نمیتوانی، به آتش دوزخ چگونه صبر میکنی؟ گفته خود را پند میگفتن. بعد از آن مصنف رحمت الله علیه گفتن که ولا تنکر فإن الامر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. روز قیامت و احکام قیامت را سبک نگیر، دروغ نشمار. امر جدی هست، وضعیت وزنین است. وليس كما حسبت ولا ظننت، نه آنه که تو فکر کردی و گمان کردی. بعد از آن مصنف رحمت الله علیه باز با ابوبکر خطاب کرده گفتن که ابا بکر کشفت اقل عیبی و اکثره و معظمه سترت. این بیت 86 است. از بیت 1 تا 60 ابوبکر را نصیحت کرده. بعد از بیت 61 تا 85 از نام ابوبکر خود را نصیحت کرده. انا اکنون به ابوبکر خطاب کرده میگن که ابا بکرین کشفت اقل عیبی و اکثره و معظمه سترت. ای ابوبکر کمترین عیبهای مرا کشادی و اکثر آن و بزرگترین آنها را پنهان کردی. برای آنکه همه عیب مرا تو با خبر نیستی. آن عیبهایی که به نظری تو عیب نمود و دیدی آن را عیب حساب کرده بیان کردی، لیکن اکثر عیبی مرا پنهان کردی. یعنی عالم ها رحمت الله علیه میگن که ابو اسحاق البیری یک شخص عالم، فقیه، زاهد بود، پرهیزگار بود و اینجا فقط خود را خاکسار و نفس خود را ملامت کرده ایستاده است و الا او این گونه شخصی گناهگار و سرگناه نبود، لیکن خود را از جانب ابوبکر نصیحت کرد و باز گفت که ابا بکرین کشفت اقل عیبی. ابوبکر کمترین عیبهای مرا یافتی و اکثر عیبهای مرا پوشیدی. و ببینید به اعتراف به گناه کرده ایستاده. یعنی ما پاک نیستیم، ما شخصان گناهگار هستیم. کسی به فرزند عبدالله ابن عمر در طواف گفته است که ای سالم ابن عبدالله ابن عمر، یکی از علمای تابعین بودن، من در تو یک مردی بد را میبینم، گمان میکنم که تو آدمی خوب نیستی، آدمی بد هستی. گفتن که شاید گمانت راست باشد. گفتم تو مرا کی گفته فکر کردی؟ در حق من گمانی بد کردی؟ کی گناهی مرا دیدی؟ من در طواف هستم، من بچه عبدالله ابن عمر هستم، تو در حق من طعنه زدی، مرا عیب کردی، مرا تهمت کردی. نگفتم. یا مردی بیگانه سالم ابن عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما دید و گفت که من گمان میکنم که تو آدمی بد هستی. گفتن که شاید گمانت راست باشد. گفتم حضرت ابو اسحاق البیری هم به ابوبکر میگن که تو کمترین عیبهای مرا کشادی و اکثرش را پنهان کردی و نکشادی. فقل ما شئت فی من المخازی و ضاعفها فانک قد صدقت. در حق من فقل بگو ما شئت، هر چی که خواستی، فی در حق من المخازی، از آن عملهایی که مرا خار کننده هست، یعنی گناههای مرا چقدر خواهی گفتن گیر، ضاعفها و آن رو دو چندین مراتب اضافه کن، فانک قد صدقت، در حقیقت تو راست گفتی. تو راست گفتی من یک بنده گناهگار هستم. و مهما عیبتنی فلفرط علمی، هر چقدر تو مرا اگر عیب کرده باشی من میدانم که تو راست گفتی. بباطنه کانک قد مدحته و مهما عیبتنی فلفرط علمی بباطنه کانک قد مدحت. هر چقدر که تو مرا عیب کردی، باطن عیبت این است که تو مرا تعریف کردی.
یعنی ظاهرا تو مرا عیب کرده لیکن باطنا گویا که تو مرا تعریف کردی، یعنی همه عیب های مرا ذکر نکردی. گفته تا اینجا، تا بیت 85 خود را نصیحت کردن و از بیت 85 تا 88 در اینجا به سخنهای ابوبکر جواب گردانیدند و در بیت های زیرین باز به نصیحت ادامه میدهند که بعضی علما رحمت الله علیه میگویند که در اینجا فرزندش را نصیحت کرد یا شاگردش را یا اینکه هم عصر خودش را یا اینکه این فقط خیالی هست، یعنی گویا یک کس را نصیحت کردن او به جوابش این را نصیحت کرد، مقصد دیگرها را فهمانیدن و رسانیدن یعنی امر و نهی شریعت هست. میگویند در همین قدر کفایت میکنیم. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.